مناطق دریایی بندرعباس، جاسک و چابهار. خلیج فارس در اختیار سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار گرفته. چوب و چماق، بطری‌های بنزین و سنگ‌ها آخرین گزینه صیادای محلی برای دفاع از صیدگاه‌ها و ادوات ماهیگیریشون شده. صیادان میگن قبل از این هر بار که کشتی‌ها توراشون رو تخریب می‌کنن، به شیلات شهرستان از کشتی‌ها شکایت می‌کنن. اما مسئولین شیلات پاسخگوی شکایت مردم نشدن. کشتی چینی تورا ما زدن، پاره کردن، الان تورا به درد نمیخوره. فقط تنابا شما میتونید استفاده کنید. تورا اصلا به درد هیچ چی نمیخوره. میریم شیلات میگه برید از خود چینی ها بگیرید. چی باید به کی شکایت بکنیم؟ به کجا شکایت کنیم؟ به کدوم ارگان ما شکایت کنیم؟ حمایت نکردن مسئولین از صیادا باعث شده تا خودشون دست به کار شن. اونا بارها و بارها به صورت دسته‌جمعی کشتی‌ها رو از صیدگاه‌هاشون فراری دادن. صیادان محلی به شدت عصبانی هستند. بیشک توقف کشتی منجر به فاجعه‌ای بزرگ میشه، مثل درگیری صیادان محلی با کارکنان صید صنعتی با آتش زدن کشتی.